کانال من خوش اومدین. من ستام و امروز میخوام یه مدل بافت خیلی ساده رو بهتون یاد بدم که هم با شلواره تنگتون رو گشاد کنید، هم شلواره جینتون رو خیلی خوشگل کنید. برای این کار من یه حاشیه خیلی ساده رو بافتم که عرض کارم 6 سانتی متر و طول کارم هم 90 سانتی متره. حالا شما بسته به سلیقتون میتونین هم عرضش رو کمتر یا بیشتر کنید و هم اندازه شلوارتون بلندیش رو ببافید. من برای این شلوار جینم چون رنگش زغالیه، 2 رنگ زغالی و توسی رو انتخاب کردم. حالا شما هر رنگی رو که دوست داشته باشید میتونید با هم ترکیب کنید و بافتتون رو انجام بدید. ما برای این کار وسایلی که نیاز داریم 2 رنگ کاموا، قلاب شماره 5، سوزن و سانتی متر هستش. برای این بافت اولین کاری که باید انجام بدین قفل زدنه. کاموا رو بین 2 تا انگشتتون بذارید، یه بار بچرخونید و این کاموا رو از این حلقه رد کنید به این صورت. حالا سفتش کنید، کاموا رو سر قلابمون میندازیم و برای این کار همونطور که گفتم عرض کار من 6 سانتی متره، پس باید 12 تا زنجیره بزنم. 1 2 3 12 تا زنجیره رو که زدیم، چون بافت من نیمه پای بلنده، پس 2 تا زنجیره دیگه هم به عنوان اولین نیمه پای بلندمون در نظر میگیریم. کاموا رو سر قلاب میندازیم و از سومین حلقه وارد میشیم. برای این بافت چون بافت 4 خونه هستش، 6 دونه اول رو من زرد رنگ و 6 دونه بعدی رو سفید میبافم. حالا بافت ما نیمه پای بلنده، پس 3 تا حلقه ای رو که داریم کاموامون رو از 3 تا حلقه همزمان رد میکنیم به این صورت و این میشه اولین نیمه پای بلند ما. بعدی 2 3 4 5 و آخرین دونه 6. حالا ما چون میخوایم رنگمون رو عوض کنیم دیگه رنگ زرد رو از این 3 تا حلقه رد نمی کنیم، به جاش رنگ بعدیمون رو میاریم. همیشه یه مقدار از کاموا رو به عنوان اضافه در نظر بگیرید. از این 3 تا حلقه رد میکنیم، 2 تا کاموامون رو سفت میکنیم که بافتمون مرتب در بیاد. حالا کاموا رو مثل دونه های قبلی سر قلاب میندازیم، وارد اولین حلقه میشیم به این صورت. بعد این 2 تا کاموا رو بین بافتمون میذاریم تا بین بافتمون مخفی بشن این کاموهای اضافه. حالا اولین دونه 1 2 3 4 5 و آخرین دونه 6. رج اول ما به این صورت هستش. حالا برای رج بعدی 2 تا زنجیره میزنیم، کارمون رو برمیگردونیم، وارد اولین حلقه میشیم. حالا این کاموامون رو سر قلاب میندازیم که بین بافتمون مخفی شه و ادامه بافتمون رو مثل رج قبلی میبافیم. چهار 5 و آخرین دونه 6. رنگمون رو عوض میکنیم.
آخرین دونه رو هم میبافیم. حواستون باشه که حتما از هر دو تا حلقه اینجا، یعنی این و این، کامواتون رو رد کنین. به این صورت نخ سفید رو بین باف میذاریم و بعد اینو رد میکنیم و آخرین پای بلندمون رو هم میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم و میریم برای رج بعد. اینجا کامواتون رو سفت کنید که مرتب و نخای زیرش مشخص نباشه. حالا ادامه بافتمون رو مثل رج قبلی انجام میدیم. حالا اینجا همونطوری که میبینید طول مربع‌های ما کافیه و مربع‌های ما کامل درست شدن. پس باید رج بعدی رنگامون رو عوض کنیم، یعنی جایی که سفید بافتیم رو زرد و جایی که زرد بافتیم رو سفید ببافیم. برای این کار آخرین دونمون رو رنگ سفید رو از 3 تا حلقه رد نمی کنیم، به جاش رنگمون رو عوض می کنیم به این صورت. کاموامون رو صفر میکنیم. همیشه کامواتون رو آخر هر عوض کردن هر رنگ کامواتون رو سفت کنید تا بافتتون مرتب در بیاد. 2 تا زنجیره میزنیم، کارمون رو برمیگردونیم و ادامه بافتمون رو میدیم، با این تفاوت که فقط رنگامون عوض شده. خب کار ما به این صورت هستش. هر 3 رج رنگ ها رو عوض می کنیم تا مربع های ما این شکلی تشکیل بشن و این کارمون رو به طول 90 سانتی متر به همین صورت ادامه میدیم. خب بچه ها، بافتتون که هم اندازه یعنی هم قد شلوارتون شد، کاموا رو قیچی کنین. من روی شلوار دیگه نشونتون بدم. این قسمت حاشیه شلواره، اینجاشو با قیچی کنین. اینجاش هم باز با قیچی میتونین استفاده کنین، ولی چون جنس جین یه ذره سخت سفته، از این بشکاف ها استفاده کنین، خیلی راحت تره. دوختشو کامل تا پایین باز کنین. 1 سانت از این ور شلوار و اون ور شلوار زیر بافتتون قرار بدین و با چرخ خیاطی دوختش بزنین. نگاه کنین، اینجاشو دوخت زدم من کلا، با این ورشو. اصلا چیز سختی نیست. فینیش. بچه ها، این ویدیویی که گذاشتم اولین ویدیوی آموزشی منه. فیلم اینو من 1 سال پیش گرفتم، ولی یه جورایی اعتماد به نفسش رو نداشتم که تو چنل خودم آپلودشون کنم. ولی از اونجایی که چنل‌های آموزشی بافت ایرانی خیلی محدودن، دوست داشتم که براتون ترندترین و جدیدترین مدل بافتایی که هم خودم طراحی کردم، که به جرئت بهتون میگم تو چنل‌های آمریکایی و انگلیسی هم نیست، پترنای بافتا رو بهتون یاد میدم و هر چیزی رو که دوست داشته باشین. پس حتما به هم بگین که کیفیت صدا، دوربین، نوع آموزشم تو این ویدیو چطوری بوده. هر نظری که داشتین رو تو کامنت ها بهم بگین و اینکه چه بافتایی رو برای هفته های بعدی دوست دارین که براتون بذارم.
چنلم هم سابسکرایب کنین برای ویدیو آموزشی بعدی. دوستتون دارم. بای.